بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب درس امروزه را از مکروهات نماز ادامه میدیم. قسم دوم از 46م چیز ادامه میدیم. این دو صحیفه را انشاءالله مکمل میکنیم در مورد مکروهات نماز و اگر وقت شد به دو فصل دیگر هم میگذاریم. امام شرمبولری میگوید 46م چیزی که در نماز مکروه هست یا اینکه مکروهات نماز حساب می شود، این نماز خواندن در سر راه، در سر سرک، در سر کوچه، جایی که مردم از آنجا میگذرند. 47م یا اینکه در حمام باشد، یا اینکه 48م در مخرج باشد. مخرج یعنی از مخرج گفتن هدفشون جای قضای حاجت یا نزدیکی جای قضای حاجت باشد. توالت که میگویم بعضی خانه ها یا حجره ها برای قضای حاجت خانه یعنی بنا شدگی هستند، بنیاد دادگی شدگی هستند و بعضی جای ها یا در بعضی محله ها، در بعضی قشلاق ها جای مخصوص نیست. همین خیل در بیرون یک جا مخصوصی همون قضای حاجت حساب می شود. در بیرون خانه چه یا اینکه حجره چه موجود نیست. برای همین مخرج یعنی بیرون. یا اینکه مقبره، در قبرستان نماز خواندن. یا اینکه و ارض الغیر بلا رضاه، یا اینکه نماز خواندن در زمین کسی دیگری که اجازت نداده باشد. بلا رضا یعنی به رضایت او، به رضاگی او، از او اجازت خواسته نشده است. پس ببینید از 46م تا 50م این مکروهاتی هست در مورد نماز خواندن در این مکانها. 51م و قریبا من نجاست. این هم میتوانیم که ما تحت همین بالوگی یعنی شامل کنیم، یعنی که یک مکان دیگری که در آنجا نماز خواندن مکروه است. این نزدیکی نجاست، قریبا نزدیک به نجاست. خواه جای نجس باشد، خواه چیزی نجس باشد. مثلا اگر در یگان مکانی باشد که در آنجا حیوانات به حد زیاد اخلاط کردگی باشند، یا اینکه یگان جای دیگری که نجاست زیاد باشد، خون نزدیک باشد، مثلا جای قربانی باشد و در آنجا خون زیاد باشد، این هم نجاست حساب می شود. نزدیکی این مکان نماز خواندن نیز مکروه حساب می شود. و اگر انسان یعنی نزدیکی نجاست، اگر در خود نجاست نماز خواند، البته که شاید نمازش حتی نشود اگر یکی از عضوهایش به جای نجاست سجده کند یا رسد. برای همین اینجا کلمه مهم قریباً می باشد، یعنی قریب، نزدیک به نجاست، نه اینکه در خودی نجاست. برای اون که مکانی پاک داشتن این یکی از شرایط های نماز حساب می شود. خوب. و 52م و 3م مدافعا لاحد الاخبثین، در حالت نماز خواند که احتیاجی قضای حاجت داشته باشد، او الریح یا باد کردن، یعنی در این حالتی که به حد ضرورت شدید داشته باشد برای یعنی حاجت خانه رفتن، حاجتی همون انسانی خود را، طبیعی خود را پورا کردن، اما به ضرورت یعنی خود را قپد و با همین یعنی احتیاجش نماز را گذراند، یا و مشکلاتی گرفتار شده باشد، یا از سبب بیماری باشد، یا از سبب یگان خوراکی بیزب حاجت به باد گذراندن داشته باشد، باد کردن، اما این را هم قپد یعنی در وقت نماز، تا وقتی که این سبب خلل رساندن به خشوع او، به توجه او در نماز شود، این مکروه حساب می شود. اما بعضی وقت ما کم ترک نیاز می داشته باشیم و این گونه فکر می کنیم که من اول نمازم را خونم و بعدا می روم یعنی به قضای حاجتم. این باکی ندارد. بعضی وقت ما می دانیم که مثلا حاضر من طهارت دارم، بهتر است که من اول نمازم را بخونم تا اینکه نماز دیر نشود،
یا اینکه وقتی نماز نگذرد، یا اینکه من اگر حاضر به قضای حاجت روم وقتی طهارت کردن ندارم یا شاید طهارتم رو نکنم چون که در حالتی مثلا پخت و پز هستم یا در حالتی فلان کار هستم. مهم همین است که این یک ضرورتی باشد یا احتیاجی باشد که انسان رو خلل رساند. اگر خلل نرساند یا در مابین وقت نماز یا در مابین خواندن نماز اگر احتیاجی بود آید و انسان خود را قپد، البته این معمولی هست، این باکی ندارد، انسان بهتر است که خود را قپد. خب و اکنون میگذاریم به 55 و مع نجاست غیر مانعت و با نجاستی که مانع صحت نماز نشود. اگر باید داشته باشید در فصل بالا یعنی یکی از باطل کننده های نماز این است که اگر انسان با نجاستی بخواند که از قدر معفو عنه، از قدر بخشیده شده زیاد باشد، اما در اینجا با نجاست نمازش را میخواند که غیر مانعت هست، صحت نماز را مانع نمی شود، یعنی که نجاست به حد کم هست. خب در این حالت این با این مقدار نجاست نماز را گذراندن مکروه حساب می شود، اما باز هم نمازش صحیح می شود، یعنی قبول می شود، اما مکروه هست، ناپسندیده هست. بهتر است که انسان این نجاست را که گرچه که صحت نماز را مانع نمی شود اما باز هم نجاست هست، اگر انسان امکانیتش را دارد، وقتش را دارد، خوب است که این نجاست را از خود دور کند، تازه کند. الا اذا خاف فوت الوقت او الجماعتی، مگر اگر خوف کند یا بترسد از فوت شدن وقت، یعنی وقت همون نماز فرضی یا اینکه وقتی جماعت، وقت جماعت نه اما خود جماعت، یعنی برای مردان مخصوصا. اگر این خوف باشد و این ترس را داشته باشد پس در این حالت این کراهت دور می شود، چون که با سبب یعنی نجاست غیر مانعه را از خود دور نمی کند، سبب دارد در اینجا، به سبب نیست، به عذر نیست. می خواهد که جماعت را بقب کند مرد، یا اینکه می خواهد که پیش از با پایان رسیدن وقتی همون نمازش را پورا کند و وقت ندارد که لباس خود را عوض کند یا لباس خود را بشوید و غیره. برای همین تا وقتی که نجاست مقدارش خیلی کم باشد و مانع صحت نماز نشود می تواند که با این بخواند، یا مکروه می شود اگر عذر نداشته باشد یا اگر عذر داشته باشد که این دو مثال را امام شرومبرالی پیش کرده است، کراهت هم دور می شود. و الا، و در اینجا دوباره یعنی وضاحت می دهد، دوباره تکرار می کند که و الا یعنی که اگر نه، اگر خوف نداشته باشد، ندب قطعها، قطع کردن او یعنی بریدن او، البته این اصلا بریدن را در نظر ندارد، ضروری نیست که نجاست رو ما باید از لباسمون ببریم، قطع کنیم، یعنی هدفش تازه کردن، برطرف کردن، دور کردن این نجاست تنها مندوب می شود. چی می شود؟ مندوب، پسندیده، مستحب می شود. یعنی که اگر خوف نکند از فوت شدن وقت نماز یا اینکه از دست دادن جماعت، نماز جماعت، پس مستحب می گردد نجاست غیر مانعه را تازه کردن. 56 الصلاة فی ثیاب البدلة، نماز خواندن با لباس های چرکین و فرسوده. من این خیلی ترجمه میکنم. بدله یعنی لباس هایی که به حد از جهت صفتشون صفتی کم باشد، صفتی کم داشته باشد، کهنه باشد، فرسوده باشد، چرکین باشد. چرکین یعنی من برای چه کلمه چرکین رو استفاده میکنم یا چرک رو استفاده میکنم تا اینکه از نجاست فرق کنم. مثلا یک چرک این رو گفته می شود در اصطلاح فقهی که نجاست حساب می شود، اخلاط دارد یا خون دارد و غیره، لعاب مثلا حیوانات نجس دارد و غیره. این یک نمودی چرک هست، چرکین بودن یعنی نجس بودن از جهت شرعی. اما دویم نمودی چرکین بودن، این همین چرک معمولی رو گفته می شود، خاک و لای و رنگ، کمترک خوراک و اوقات و این گونه چیزها. و خودی گویم که
لعاب دهان خود انسان باشد یا عرق خود انسان باشد، عرق بدن انسان باشد، این گونه چیزها لباس ها را بعضی وقت چرکین می سازد. پس این گونه چرک های معمولی و غیر نجیس لباس ها را چی می کند؟ فرسوده یا کهنه یا اینکه چرکین می سازد. پس نماز خواندن در لباس های بی‌حد و خیلی چرکین و فرسوده شده و کهنه شده نیز مکروه است. یعنی که مثلا انسان یک لباس رو در وقتی پخت و پز یا در وقتی در زمین کار کردن بپوشد که پر از خاک و لای باشد، پر از یعنی بوی کند، بوی داشته باشد. با این گونه لباس گرچه که نماز جایز هست اما کراهت دارد، برای آن که انسان باید بهترین سمت را انتخاب کند، بهترین لباس را انتخاب کند برای خواندن نماز. اما این شخص چی را انتخاب کرده است؟ از همه لباس های کم صفت و از همه لباس های چرکین خود را. البته این تنها در حالتی هست که انسان دیگر لباس داشته باشد یا همان وقت و توانایی و امکانیتی علیش کردن و عوض کردن لباس های خود را داشته باشد. بعضی ها در کاری زمین می باشند، در دهه ها، در محله ها، بعضی ها در کاری کشتکاری می باشند و بعضی وقت یعنی زن و مادر با اولادانش به حد مشغول می باشد و در پخت و پز و در تازه کردن خانه یگان وقت برای بعضی نمازها نمیتواند لباس خود را زیاد علیش کند و عوض کند. اگر با سبب باشد باز هم کراهت دور می شود. خب من بعضی صحنه های یعنی زندگی روزمره رو برای شما میفهمانم تا اینکه سر شما خلاص شود و شما خوب درک کنید مسئله رو که چخیل فهمیدن این مسئله در کتاب باید برای شما آسان کند فهمیدن این مسئله در مسئله های یا در حالت های روزمره، تا اینکه شما بار بار همون مسئله رو سوال نکنید از خودی من، خودتان بفهمید که اگر این چیز رو من یاد گرفتم، اگر در کتاب این گونه نوشتگی شدگی هست یعنی که در این حالت جواب چنین هست و در این حالت جواب چنین هست. یعنی که من علاقه با شما فهموندم که وقتی که عذر باشد عموما بودن عذر در یک مسئله کراهتش رو دور میکند و حاجتی به حد شدید داشتن حتی چیزهای ممنوع رو بعضی وقت موقتا مباح میسازد، جایز میسازد. و مکشوف الرأسی لا للتذلل، و البته این هدفش مردها هست چون که برای زنها این سوال حتی پیدا نمی شود و برای زنها با سری آشکار نماز خواندن مکروه نیست بلکه ناجایز هست. پس این مخصوص مردها هست و با سری لیچ یا اینکه با سری باز میتوانیم بگوییم نماز خواندن، اما نه از روی فروتنی، نه از روی خود را ذلیل کردن و خود را فروتن کردن، تواضع نشان دادن، بلکه همین خیل به مثلا کلها، به توقی، به سله، یعنی به امامه نماز خواندن مکروه حساب می شود در فقه حنفی. اگر مرد برای خشوع، برای تذلل یا برای نداشتن این گونه انجام دهد یا این گونه کند، یا برای اون که مثلا یک تا دارد حالا نیست یا یک تا دارد نجاست دارد، اگر باز هم با عذر باشد کراهت دور می شود. 58 و بحضرت طعام یمیل الیه، در وقتی حاضر شدن طعامی که با او مایل می شود، یعنی دلش با او مایل می شود، دل و فکرش و جانش به طرف همان خوراک می باشد، در این حالت هم نماز خواندن کراهت دارد. اگر البته وقتی نماز به پایان رسیدگی یا رسیده ایستادن نباشد. اگر وقتی نماز به پایان رسیده ایستاده باشد یا اینکه این انسان مثلا میدانید در بعضی حالت‌های باشد که باید نماز خود رو بخواند، مثلا میداند که بعد از خوردن طعام یا اینکه بعد از یک چند دقیقه باید که به فلان جای رود یا اینکه بیماریش برمیگردد یا عذر دارد و در مابین عذرش همین گونه فاصله دارد، همین قدر فاصله دارد برای خواندن نماز و اگر نخواند دوباره دوچاری مثلا بیماری می شود یا دوباره دوچاری نجاست می شود، از بدنش خارج می شود و غیره و غیره. در این حالت‌ها البته باید نماز خود را بخواند گرچه که دلش مایل کند، اما در حالت‌های عمومی اگر تنها گپ در همین باشد که دلش به طعام مایل شود
باکی ندارد اگر 10 دقیقه 15 دقیقه بشیند و طعام خود را خورد و بعدا نماز خود را خواند. 59 و ما یشغل البال، و هر چیزی که بال یعنی خاطره را یا فکر را، ذهن را، سر را، فکر را، خوب خاطره را، هر چیزی که توجه آن را یا سر او را یا فکر او را مشغول می سازد، این چیزها هم باید یعنی در این گونه حالت ها نماز خواندن کراهت دارد. باید کوشش کند که عصبهای خود را آرام سازد، بعداً به نماز مشغول شود، یا اینکه کوشش کند که خود را از این گونه حالت ها یا از این گونه گویم که یعنی ماحول، همون از این گونه حالت ها یا اینکه از این گونه اگر در یک حجره باشد یا در بیرون باشد یا در نزد نفرهای باشد که به حد زیاد او را فکر او را و عصبی او را مشغول می‌سازند، باید خود را از این گونه جای دور کند. و یخل بالخشوع، و این همان هست یعنی با خشوعش خلل میرساند. تمامی در وقت حاضر شدن تمام این چیزها نماز خواندن مکروه می شود، مکروه حساب می شود. 61 وعد الآیه، و آیت ها رو با یعنی آیت ها رو حساب کردن، هر آیتی که میخواند حساب کردن، فرق نمی کند با دستش، با یک تسبیح حساب میکند، با یک مهره حساب میکند، فرق نمی کند. حساب کردن آیت ها یا اینکه حساب کردن تسبیحاتی که در نماز هست با دستش. خب این رو خوب متوجه شوید که این درباره تسبیحاتی که در درون نماز هست گفته می شود، نه درباره تسبیحات و اذکاری که بیرون از نماز گفته می شود. چون که ما برای تسبیحات بیرون از نماز یا در عقب نماز البته نص داریم، یعنی حدیثی داریم که پیامبر خودش به ما عددی رو مقرر کرده هست، و برای عدد رو فهمیدن یا اینکه قید کردن اگر ما انگشتان خود رو استفاده کنیم یا تسبیح رو استفاده کنیم این باکی ندارد بیرون از نماز. اما در درون نماز آیت ها رو یا اینکه تسبیحات نماز رو با انگشت ها با پنجه ها حساب کردن این هم مکروه حساب می شود. و قیام الامام فی المحراب. خب 63 و وقتی که امام در خود محراب استاد، او علی دکان، یا اینکه بالا یک جای بلند، دکان میتواند دکان بگوید اما هدفش یک جای بلند می باشد، او الارض وحده، یا بالای زمین تنها، یعنی که چی در محراب باشد، چی بالای دکان باشد، چی در زمین باشد، اما اگر تنها استاد کراهت دارد. والقیام خلف صف فیه فرجة، و قیام یعنی استادن از پس صفی که در آن یک جای خالی باشد، یعنی که اگر جای خالی رو انسان ببیند در صف پیش باید کوشش کند همون جای خالی رو پر کند. از پس صفی که در آنجا جای خالی هست، فرجه یعنی جای خالی، بازشوی، جای بازشوی، یعنی اگر این گونه استاد یعنی کراهت دارد. 67 لبس ثوب فیه تصاویر، و پوشیدنی لباسی که در آن تصویرها باشد، البته رسمهای چیزهای زنده باشد، انسانها، حیوانات و حتی انسانهای یا اینکه تصویرات کارتونی، بعضی چیزهایی که در کارتون رسم کشیده می شود آنها اصلا یعنی در اصل وجود ندارند، اما باز هم چون که جاندار حساب می شوند یا چون که با چیزهای زنده به حد مشابهت دارند اینها هم داخل می شوند در درونی همین مسئله 67 پوشیدن لباسی که در آن تصویرها باشد. البته اگر گلها باشد، درختها باشد، آب باشد و غیره این باکی ندارد. 68 و ان یکون فوق رأسه، و اینکه تصویر رسمهای چیزهای زنده، چیزهای جاندار اگر از سرش باشد یا اینکه از بالای سرش باشد یا اینکه از پشتش باشد یا از پیشش باشد یا بحذائه یا اینکه در پهلویش باشد. اگر باید داشته باشید من در یک درس قبلی گفتم که اگر در پشتش باشد چی هست؟ یعنی نمازش باقی ندارد. ببینید این درباره مکروهات هست، برای همین این رو میتوانید این گونه بفهمید که یا این
در پشتش باشد، در اینجا ذکر شده است برای آن که مکروه است اما باز هم نماز جایز می شود. یا اینکه یک قول طبق یک قول حتی در پشت بودن کراهت دارد و طبق یک قول در پشت اگر باشد باکی ندارد، چون که انسان هیچ نمی بیند و در سمت نمازش هیچ وجود ندارد. یا اینکه بحذائه صورتون، یا اینکه در پهلویش یک صورتون باشد. صورتون تصاویر، همون رسم‌های چیزهای زنده یا چیزهای دی روح گفته میشه، روح دار یا جاندار گفته میشود. اگر در پهلویش باشد الا ان تكون صغيرة او مقطوعة الرأس او لغیر ذی روح، مگر اگر همون تصویر، همون صورت اگر به حد خرد باشد، صغیرتن به حد یعنی خرد باشد که همون رویش و همون خطهایی که استفاده می شود برای کشیدن این تصویرها معلوم نشود، خیره باشد. چون که به حد خرد هست، انسان وقتی که در جایش ایستاد می شود، می ایستد، می خیزد بالا و در زمین اگر همون چیز باشد به حد خرد باشد، اگر نظر کند به حد خیره نمایان می گردد. برای همین اگر خرد باشد از سبب خیره شدنش بر نظر مصلی باکی ندارد. مثلا بالا یک تنگه باشد و تنگه در زمین باشد و مصلی از جایش خیزد، همون تصویر به حد خرد می شود. یا اینکه تنها یعنی سر بریده باشد، یعنی که تصویری باشد که تنها سر باشد، تنها کله باشد، یا اینکه تنها جسدش، جسمش، بدنش به سر باشد. مثلا اگر یعنی بعضی علما از سبب همین میگویند که بعضی کتاب‌های کودکان مثلا تصویری سیب رو میکشند با چشم، یا تصویری مثلا مراجنی رو میکشند با چشم، یا دیل هست، ستاره هست با چشم. این گونه تصویرها بعد ذی روح حساب نمیشوند، چون که تنها یک کله به مانند یک کله می باشد، یا حتی پورا همون لوازماتی که برای زنده ماندن لازم هست، مثلا بینی، کله، چشم، این چیزها وجود ندارد. یا بالای ستاره هست، بالای سیب هست و در اصل سیب و ستاره جان ندارد، روح ندارد، از سببی که اینها یعنی چیزهای زنده اصلی شمار نمیشوند، اینها هم باکی ندارند. اما البته اگر انسان تواند که اینها را دور کند از پیش نمازش، البته این اولاتر هست، بهتر هست و در این زیادتر احتیاط هست. یا اینکه چیزی باشد که غیر دی روح باشد، یعنی تماما روح نداشته باشد، تصویراتی گوناگونی که روح نداشته باشند یا اینکه زنده نباشند، گل، درخت، یا اینکه هر چیزی که باشد بغیر از چیزهای زنده، بغیر از حیوانات و انسانها، آنها باکی ندارند. و این یکون بین یدیه تنور، 72 یا اینکه در پیش نمازگزار تندور باشد، تندور او کانون فیه جمر، یا اینکه منقل باشد. منقل رو میفهمید؟ کانون منقل باشد، بعضی وقت از سنگ ساخته می شود که بالایش انگشت ریخته می شود و انگشت رو یعنی با انگشت البته با علا می باشد منقل. یا اینکه بعضی وقت از سنگ، بعضی وقت از آهن می سازن منقل ها رو. آتشدان می توانید بفهمید، همچون انگشتدان یا اینکه آتشدان می توانید این رو ترجمه کنید. یا انگشتانی باشد یا آتشدانی باشد که در او انگشت باشد. خب این دو چیز از چی سبب مکروه هست؟ برای آن که این شباهت می دهد، انسان را شباهت می دهد به پرستش کردن آتش. وقتی که در پیشش، از پیش رویش یا از پیش سجدگاهش تندور باشد، یا اینکه انگشتدان باشد، آتشدان باشد. چون که عموما کسانی که آتش را پرستش میکنن، آنها برای گریان کردن آتش، برای یعنی سر کردن آتش، آنها یا تندور یا منقل یا آتشدان رو استفاده میکنند. خب این رو به یادتون بگیرید، چون که اگر شمع باشد، شمع خردکک باشد، یا اینکه به مانند شمع ها چیزهای باشد، آنها کراهت ندارند. چون که عموما کسانی که آتش رو پرستش میکنن، آنها یعنی با شمع پرستش نمیکنن،
балки оташ бояд дар як манқали калон бошад ё дар як оташдони беҳад калон ё дар як таннури беҳад калон бошад ки онҳо ё парастиш мекунанд ё ҳар чизе ки мекунанд, яъне бо ҳамин чизҳо мекунанд. Барои ҳамин ин ду чиз кароҳат дорад. ё ин ки аз пеши мардуме ки хоб бошанд. ва масҳул ҷабҳати мин турабин ла ядурруҳу фи хилали ссолати. 75 масҳ яъне ки шакидан ё пок кардани пешонӣ аз туроб, аз хок ки ӯро зарар намерасонад ё ин ки ӯро халал намерасонад дар мобайни намоз. яъне ки дар мобайни намоз агар дар пешонияш хок ояд, яъне ки пешонияш хок олуд шавад, пешонии худро тоза кардан ё ин ки гуфтам шакидан макрӯҳ мешавад, чунки халалаш намерасонад. бале агар халалаш расонад, кароҳат дур мешавад. ва таъйину суратин ла яқрау ғайраҳа, ва як сураеро таъйин кардан ки ба ҷуз он ё ба ғайр аз он дигареро қироат намекунад ё накунад. илла лиюсрин алайҳи ав табаррукин биқираати набии саллаллоҳу алайҳи васалам, магар агар барои ҷустуҷӯи осонӣ бошад болои ӯ, яъне агар мушкилот дошта бошад ё дар талаффуз карданаш мушкилот дошта бошад ё ҳар сабабе ки бошад, аммо муҳим ҳамин аст ки бо узр бошад, боқӣ надорад, кароҳат дур мешавад. ё ин ки агар барои ҷустани баракат аз як сурае ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар намозе қироат карда буд, ё ин ки аз гӯям ки баракат гирифтан аз монандӣ кардан, аз шабоҳат кардан бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар қироат кардани як сурае ки масалан дар як ҳадисе омада бошад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар фалон намоз фалон сураро хонд. Ин гуна ривоятҳо хело зиёд ҳаст. Агар касе ҳамон сураҳоро интихоб кунад ва ҳама вақт ҳамон сураҳоро таъйин кунад ва бихонад, гарчи ки ин кароҳат дорад, аммо агар барои баракат ҷустан ё барои монандӣ кардан бо пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин гуна карда бошад, кароҳат дур мешавад. ё ин ки барои осонӣ бошад, ва албатта осонӣ ҳам то ҳамон муддате ки осонӣ ниёз дошта бошад. вақте ки дигар ба осонӣ ниёз надошта бошад, кароҳат бармегардад. 77 ва тарку иттихази сутратин фи маҳаллин язунну алмурура фиҳи байна ядай алмусалли. ва тарк кардани, мондани, иттихад яъне гирифтан, аммо дар инҷо мо тарҷума мекунем ҳамчун мондани. ва тарк кардани мондани сутра дар ҷое ки гумон кунад ки мардум аз пеши ӯ мегузаранд. язунну алмурура ки гумон мекунад ки мегузаранд, байна ядай алмусалли мардум, яъне мардумро дар назар дорад ки мардум мегузаранд аз пеши байна ядай, яъне ки аз пеши намозгузор. яъне агар бидонад ки мардум аз ҳамин роҳ ё аз ҳамин ҷой мегузаранд ё ниёз ба гузаштан доранд, агар бидонад ва тарк кунад мондани сутра, як сутраеро дар он ҷо нагузорад, намонад, як тахтае бошад, чӯбе бошад, як чизе бошад, дар он ҷо нагузорад, ҳамчун сутра тарк кунад ин амалро, ин ҳам кароҳат дорад, гарчи ки намозаш боз ҳам қабул мешавад. خب انشاءالله وقت داریم، میگذاریم به این فصلی دیگر. وقت شد فصل بعدی رو هم میکنیم، یک 15 دقیقه دیگر. فصل فی اتخاذ السترة و دفع المار بین یدی المصلی. ببینید چون که این 77م چیز آخران مکروهات نماز بود، اکنون امام شرنبولاری آغاز میکند در این با فصلی بهت کوتاهی که در مورد ستره میباشد. در اینجا میگوید که و این ظن مروره، یعنی و اگر گمان کند، این گونه جمله خود را و همین قسمت را آغاز میکند. برای چی؟ برای که در اصل امام شرنبولاری شاید در وقت نوشتنش از همین جا نوشتن را ادامه داد. برای همین یعنی کسانی که بعداً آمدن و این یعنی نسخه یا مخطوطی امام شرنبولاری را گرفتن و این گونه به طرز کتاب نوشتن و در مابینش فصل هم، یعنی فصل ها رو مقرر کردن، سرلوحه گذاشتن، یعنی تازه کردن کتاب را و کمتر کتاب را بهتر شکل دادن. آنها این گونه یعنی بین این قسمت و این قسمت فاصله انداختن. برای همین کمترک شاید
ба шумо аҷоиб маълум шавад ки барои чӣ дар инҷо ва ин занна мурураҳу ҳамин хел ҷумлаи худро оғоз мекунад. хуб яъне ки аз ҳамин 77 гӯё идома медиҳад, мегӯяд ки ва агар гумон кунад, яъне ки агар намозгузор гумон кунад ки мардум мегузаранд, юстаҳаббу лаҳу ан яғриза сутратан тула зираъин фасоидан фи ғилази лисбаъи. ин тамоми ин фасл дар мавриди сутра ҳаст, яъне ки дар намозгузор дар пеши саҷдагоҳаш як чизеро гузорад, умуман як тахтае мебошад, як чӯберо гузорад ки мардумро ба мардум ҳамчун як ишора бошад ки ин шахс дар намоз ҳаст, бояд аз пеши саҷдагоҳаш ё аз пеши ҳамон сутра нагузаранд, метавонанд аз паси ҳамон сутра гузаранд. хуб сутра ҳаминро гуфта мешавад, як пардае ки метавонад бо истифода аз ҳар чизе ки ҳар шайе ки биёбад метавонад истифода кунад ва дар пеши саҷдагоҳи худ ҳамонҷо гузорад. умуман як тахта мебошад. дар ин замонаи пешрафти мо тахтаҳоро яъне сохтагӣ ҳастанд ҳамчун сутра, ба шакли сутра ки инсон метавонад ба осонӣ як тахтаеро як чӯберо дар пешаш ҳамин хел дар масҷидҳо дар баъзе ҷойҳо мебошад. хуб ба ҳар ҳол агар намозгузор гумон кунад ки аз пеши ӯ мурураҳу аз пеши ӯ касе мегузарад, барои ӯ мустаҳаб ҳаст ки яғриза ин хел руск кунад дар замин. хуб дар замин руск кунад сутратан як сутраеро, ё метавонед яғриза аслан вақте ки як чизе дар замин руск карда мешавад, дарун карда мешавад, ин калимаро яъне ин маъноро дорад, аммо шумо метавонед ки танҳо бигӯед ки бигузорад, ки бимонад. мустаҳаб ҳаст ки бимонад як сутрае ки аз ҷиҳати дарозиаш тула зираъин ҳам як зиро дароз бошад, яъне аз нӯки ангуштҳо то оринҷҳо ҳамин чӣ мешавад, қариб ним метр мешавад ки аз ҷиҳати дарозӣ ним метр бошад, фасоидан ё зиёдтар, яъне ҳадди аққалаш ним метр ҳаст, фасоидан ё ин ки бештар, агар як чизи дарозтарро пайдо кунад метавонад истифода кунад, аммо шарт ҳамин аст ки аз ним метр камтар набошад. ин аз ҷиҳати дарозиаш, аммо аз ҷиҳати паҳноияш ё ин ки дабалияш, яъне аз ҷиҳати чанд қадар бояд дабал бошад ё ғавс бошад, бояд ҳадди аққал аз ҷиҳати ғавсияш бо андозаи як ангушт бошад, як чилик. фаҳмидед? барояш мустаҳаб ҳаст, яъне дар фиқҳи ҳанафӣ сутра доштан танҳо мустаҳаб ҳисоб мешавад. дар тибқи баъзе дигар фиқҳо барои онҳо заруритар ҳаст, ё ин ки онҳо мегӯянд, яъне тибқи дигар фиқҳо заруритар ҳаст, аммо тибқи фиқҳи ҳанафӣ агар инсон сутра аз пеши худ гузорад мустаҳаб ҳаст, яъне зарурӣ нест, мустаҳаб ҳаст. хуб агар надошта бошад албатта намозаш қабул мешавад, ва агар надошта бошад ва касе аз пеши намозаш гузарад намозаш қабул мешавад. оё касе ки мегузарад гунаҳгор мешавад ё на, ин вобаста ба ҳамон инсон ҳаст. агар дигар ҷой дошт, агар фаҳмида буд ки дар ин ҷо ин шахс намоз мехонад, агар яъне узре дошт гунаҳгор намешавад, аммо агар беузр бо яъне қасдан аз пеши намозаш гузарад ва аз саҷдагоҳ дуртар набошад, аз мобайни ҳамин намозаш аз пеши худи саҷдагоҳаш агар гузарад гунаҳгор мешавад. хуб ба ҳар ҳол фаҳмидед, яъне сутра бояд фарқ намекунад ки аз чӣ чиз ҳаст, чӯб ҳаст, оҳан ҳаст, кардон ҳаст, коробка ҳаст, фарқ намекунад ки аз чӣ шай сохта шуда ҳаст, аммо аз ҷиҳати тулаш, яъне ки аз ҷиҳати дарозиаш бояд як зиро бошад ё дарозтар, ва аз ҷиҳати ғавсияш бояд ҳадди аққал як ангушт бошад. ва суннату ан яқруба минҳа, суннат аст ки инсон чанд қадаре ки тавонад ба наздикии сутра намоз бихонад. яъне ки агар масалан шумо дохил шавед ба як утоқе, ба як ҳуҷрае ё ба масҷид ва дар он ҷо сутрае набошад ва тамоми сафҳо холӣ бошад, беҳтарин кор ин аст ки инсон наздик шавад ба он чизе ки ё сутра ҳаст ё ба сутра монандӣ дорад, масалан девор, ки инсон наздик шавад ба сафи аввал ё дар сафи аввал намози худро бихонад, то ин ки девор барояш ҳамчун як сутра бошад. агар касе дигар ояд, ҳам барои ӯ мушкилот намешавад дар яъне гузаштан аз пеши ин намозгузор. масалан агар як касе бо авлод, бо атфол биояд, тифлуҳо ку мегузаранд,
البته طفل ها گناهگار نمیشوند، اما باز هم و نماز این شخص هم قبول میشود، اما باز هم انسان باید نزدیکتر رود به یک دیوار یا با یک چیزی که از پیشش همچون ستره کار کند. و یجعلها علی احد حاجبیه ولا یصمد الیها صمدا. اینش چی معنا دارد؟ و بهتر است که این ستره رو به یک طرف ابرویش، یعنی که یا به طرف ابروی راستش یا به طرف ابروی چپش، یعنی که در اینجا ابرو یگان خیل یعنی چی نیست، گپی مهم نیست، گرچه که در اینجا ابرو گفته است حاجب، اما هدف مؤلف این است که بهتر است که بجای اون که راست مستقیم از پیشش گذارد به یک طرف مایل دهد همین ستاره رو، یا به طرف راستش کم ترک این رو گذارد یا کم ترک به طرف چپ مایل دهد. ولا یصمد الیها صمدا، و راست رو بروی آن یعنی روی نگرداند یا روی بروی آن نگذارد ستاره را. و این لم یجد ما ینصبه، و اگر چیزی پیدا نکند که او را راست گذاشته تواند، مثلا تخته نباشد، مثلا خلطه نباشد، مثلا بالشت نباشد، لوله بالشت بعضی وقت خوب کار میکند، اگر این گونه چیزها نباشد و مثلا چوبی هم نباشد که تواند چوب را راست کند در زمین، اگر مثلا در بیرون باشد، اگر این گونه اشیا نباشد که تواند که او را به راست به همون درازیش گذارد، فلیخط خطا طولا، پس بگذارد که یک خط را بکشد، پس باید که یک خط کشد در زمین به درازیش. خب در اینجا دو قول هست، یا به درازیش و قال، و برخی علما گفتن که با پهناییش مثل الحلالی، به مانند هلال. خب یعنی نیم دایره به مانند هلال، به مانند ماهتاب، یعنی که طبق یک قول خط باید به درازیش، یعنی که انسان از پیش خودش به طرف پیش خط میکشد به درازی، یا اینکه از طرف راست یا چپ به دیگر طرف خط میکشد، از پیشش گویا خط میکشد، یا اینکه کم ترک همین خط به مانند دایره نیم دایره میشود به مانند هلال. فهمیدید؟ این دو قول هست، هر دویش قابل قبول هست و خوب میشود. انسان مستحب هست که اگر انسان این گونه کند. والمستحب ترک دفع الماری، و بعضی دیگر تفصیلات میگوید که مستحب هست که انسان ترک کند مانع ساختن یا منع کردن شخصی گذرنده، یعنی که در وقت نماز انسان اگر همان شخصی که از پیشش میگذرد اگر او را دور نکند، دفع نکند، اگر این عمل رو ترک کند، این بهتر هست. یعنی بهتر هست که انسان همان کسی که میگذرد او را نقپد و او را دور نکند و او را تلک نکند، مثلا بهتر است که این عمل ها رو ترک کند. برای چی؟ برای که امام شرمبلاری در شرحش میفهماند که این نزدیکتر است به اطمینان داشتن و به ساکن بودن در نماز خود را ادامه دهد، چون که نمازش قبول می شود. خب البته پیش از نماز، بعد از بعضی رکعت های نماز، اگر همون انسان رو گفته تواند که یعنی متوجه شود که من در اینجا نماز میخوانم، البته این خوب هست. اما اگر در خود دوران نماز با دستش انسان رو قپیدن یا با دستش اشاره کردن، تمام این چیزها رو یعنی دفع کردن گذرنده باید کوشش کند که این رو ترک کند. ترک کردن این یعنی مستحب هست. و رخص دفعه بالاشاره او التسبیح و کره الجمع بینهما، و رخصت داده شده است، یعنی که اجازت داده شده است برای نمازگزار که شخص را دفع کند، یعنی دور کند با اشاره یا اینکه با تسبیح، یعنی با اشاره دست یا حتی با اشاره چشم ها یا با تسبیح گفتن، سبحان الله گفتن، یا حتی با قرائت خود را بلند کردن و غیره. این چیزها می آید، اما کراهت دارد که بین آنها جمع کند، یعنی که هم اشاره کند و هم تسبیح بگوید. این زیادتر عمل می شود، برای همین این مکروه حساب می شود. و یدفعه برفع الصوت بالقراءة، و مرد می تواند که با بلند کردن قرائت خود او را دور کند. خب
و زن هم اگر در خانه باشد یا در بین محرم ها باشد یا در بین زن ها باشد می تواند این عمل را اجرا کند. اما اگر در بیرون باشد که عموما یا اینکه در جای باشد که امکانیت یا احتمال شنیدن مردها یعنی او را این گونه احتمال باشد، برای او تصفیق بهتر هست یا برای او اشاره بهتر هست. تدفعه المرأة، برای همین امام شرنبولایی میگوید که و زن او را دور میکند با اشاره کردن دست خود یا با اشاره، هر خیل اشاره که تواند، اشاره دیدار باشد، چشم باشد، دست باشد، انگشت باشد. او تصفیقی، یا اینکه تصفیق، من این رو برای شما فهمانده بودم که انگشتان یک دست خود را بالای کف دیگر دست خود میزند. بظهر اصابع الیمنى على صفحه کف الیسرى، یعنی انگشتان دست راست را بالای کف چپ میزند. ولا ترفع صوتها لانه فتنه، و صدای خود را بلند نکنند برای که آن میتواند سبب فتنه شود. ولا یقاتل المار، از اینجا میگوید ولا یقاتل المار، و این مسئله اخیران هست در این قسمت، در این بخش. این رو خوب بفهمید، این کمترک شاید واضح نباشد. و باید نمازگزار با شخص گذرنده جنگ نکند، یا اینکه یعنی جنجال یا اینکه زد و خورد گویم نکند. یقاتل یعنی که فشار ندهد، یعنی با دستش قپد و او را تلک کند و آن شخص خواهد گذرد و چی کند، یعنی بینشون کمترک جنگ شود یا بینشون کمترک تلک کردن و کشیدن شود. باید این گونه جنگ نکند. و ما ورد به، و آن حدیثی که وارد شده است و آن چیزی که وارد شده است در این مورد، یعنی که امام شرنبولایی در اینجا میگوید که این گونه باید نکند و بعداً جواب میدهد به یک حدیثی که در همین مورد وارد شده است، که پس ما جواب این حدیث رو چی میدهیم؟ خب، و این حدیث رو امام شرنبولایی در خودی مراقی ذکر کردگی هست که این حدیث در صحیحین آمدگی هست از ابو سعید الخدری. یعنی چندین تا لفظ ها دارد. یک لفظی، یک نمودش، یک سندش این گونه هست که اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شیطان. در یک حدیثی اومده است که اگر کسی از پیش خواهد که از پیش نماز شما گذرد، پس او را دفع کنید، او را دور کنید. اما اگر ابا یعنی انکار کند، یعنی باز هم خواهد که گذرد، فلیقاتله، با او بجنگید. یعنی در وقت نماز حتی اگر تلک کردن باشد یا با دست زدن باشد، این کار را انجام دهید آمده است. و در یک حدیث دیگر هم آمدگی است با این لفظ هایی که امام شرنبولایی در شرحش ذکر کردگی است که اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله. همین کلمه یقاتل آمدگی هست فإن معه القرین، که همین معنا را دارد، به همین معنا نزدیک هست که کسی که خواهد از پیش نماز شما گذرد، او را دفع کنید، او را نمانید که گذرد. اما اگر آن شخص انکار کند یا زید شود که می گذرد و خواهد گذرد، با او گویا که بجنگید. اما امام شرنبولایی میگوید که نه نجنگید. پس جواب حدیث چی شد؟ در اینجا امام شرنبولایی میگوید که آن حدیثی که در این مورد آمده است مؤول بانه کان والعمل مباح فی الصلاه، که آن حدیث در وقت گفته شده بود از پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم آن حکم را در آن وقت داده بود که والعمل، وقتی که عمل کردن، عمل زیاد در نماز مباح بود، اجازت بود. مؤول تأویل داده می شود، آن حدیث فهمانده می شود، چونین فهمانده می شود یا چونین تفسیر داده می شود، چونین تأویل داده می شود که او کانه بانه کانه، که او در زمانی بود. والعمل در اینجا واو حالیه هست که در حالتی که عمل در نماز مباح بود، یعنی عملی کثیر از زیاد عمل کردن و زیاد حرکت کردن در نماز در اول اسلام حالا در آن وقت مباح بود، اجازت بود. حتی مردم سلام می گفتن یا جواب سلام رو با اشاره یا با دستانشون می دادن و حتی با انگشتانشون اشاره می کردن که در کدام رکعت هستن و غیره، در نماز جماعت و غیره. یعنی در اول اسلام به حد عمل زیاد بود در نماز، حرکت کردن و به حد آسانی بود، یعنی اونقدر سختی نبود در حرکت کردن. اما آهسته آهسته، چون که مردم البته در نماز خواندن و نماز ادا کردن
ва дар сокин будан одат надоштанд. барои ҳамин оҳиста оҳиста сахтару сахтар шуданд. ва охирон амали пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ин буд ки дар намоз беҳад сокин ва бо итминон меистоданд. барои ҳамин аст ки ин дар аввали ислом буд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба мардум мегуфт ки ҳатто агар касе зид кунад, нагузоред ки аз пеши намозатон гузарад. аммо баъдан чунки ин амали касир ҳисоб мешавад ва ин ба хилофи сокин будан ва итминон доштан дар намоз ҳисоб мешавад, барои ҳамин ин дигар зарурӣ нест. ва имом Шунбулай мегӯяд ки он амале ки дар аввали ислом буд қад нусиха, мансух шудагӣ ҳаст. ва шумо аз дарсҳои ҳадис бояд огоҳ бошед ки мансух ва насих чӣ маъно дорад. мансух шудагӣ ҳаст, яъне дигар ба он амал кардан намешавад. хуб, иншоаллоҳ то ҳаминҷо дарсро мегузорем ва аз фима ла юкраҳу лилмусалли аз инҷо дар дарси оянда идома медиҳем иншоаллоҳ. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.